نفر سوم فکر کنم که ایرن بانکس باشه. شما چی فکر میکنید؟ IFBB professional. Gentlemen, please take the third place award, the third place check, the Olympia bronze medal, and present it to your third place finisher. بله دوستان، ایرن بانکس سوم میشه و مدال برنز این مسابقه رو از آن خودش میکنه. ایرن بانکس قهرمان سال 2022 مستر المپیاست. ایرن بانکس میخوره که خوشحال نباشه. تبریک میگه به همه رقبا. ایرن خیلی ناراحته، ولی واقعا این ایرن همیشگی نبود بچه ها. ایرن چند سال خوب داشت توی سالهای گذشته، ولی همین جوری داره هرچی جلوتر میریم مقامش پایینتر میاد. He showed up, he looked incredible. All right, folks. Absolutely. This is it. If I can have بله دوستان، رسیدیم به 1 و 2. بعد ببینیم که رقابت رایان تری و علی بلال توی مستر المپیای 2024 به کجا میرسه. مرسی از همه شما که توی این پخش زنده با ما همراه هستید. اسپانسر این برنامه برند اکسیر نوتریشن هست، وارد کننده محصولات ESN و ایووجن به ایران. مطمئن باشید که به پیجشون سر میزنید و از محصولات ESN دیدن میکنید. I'm sorry, Mr. Ivan Galvin, Mexico Executive Director of NewTek. Your IFBB Vice President. توی کامنت ها واسه من بنویسید به نظرتون کی قهرمان میشه. رقابت خیلی نزدیکی است بین رایان تری و علی بلال. Gentlemen, please take the first place check, the first place award, the Olympia gold medal. لحظه حساسیه واسه علی بلال. علی بلال هر سال در حال پیشرفته. رایان تری قهرمان سال گذشته است، اومده که از عنوان خودش دفاع کنه و تکرار کنه. بله، رایان تری به دومین قهرمانی مستر المپیای خودش رسید. رایان فوق‌العاده بود، بالاخره دومیشو گرفت و تونست دفاع کنه. علی بلال خیلی خوب ظاهر شد. علی بلال این پسر فوق‌العاده است، نشون داده که پیشرفتش مثال زدنیه. امسال توی مسابقات نیویورک و پیتسبورگ هر دو قهرمان شد. یکی از بهترین فیزیکا، کماکان در حال پیشرفت. این بهترین جایگاه برای علی بلال. علی بلال دوم شد بچه‌ها. توی همچین لایناپی 64 تا ورزشکار بودن. تبریک به رایان تری، تبریک به علی بلال. پرچم علی بلال و افغانستان کامل بالا رفت با این حرکت. فوق‌العاده بود. علی بلال میتونست قهرمان شه. رقابت خیلی نزدیک بود بچه‌ها. علی بلال پکیجی که توی فینال آورده، اگه توی مقدماتی آورده بود کارو برای رایان سخت‌تر میکرد. مرسی از همه شما که این لایو ویژه رو، این پخش ویژه رو میبینید. Couple of words with Bob, and I think he's going to be as emotional this year. As you've said, defending the title is as emotional as winning the title. Absolutely. I mean, you know, when you get to stand next to new people, right, that are hungry lions, and you hold them off, slam down, it's got to feel